سلام و درود به خدمت شما بینندگان عزیز کانال زیبایی های افغانستان. خوشحالیم که یک روزی دیگر الله پاک ما را توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای نازنین آمدیم به پل پشتو، به پارک ظاهرشاهی که دم دروازه که شما مشاهده میکنیم اینجا باغواشه که فکر کنم مسئول امی دروازه امی برادره. دوستای خوب نازنین از شما خواهشمندیم که کانال زیبایی های افغانستان لایک کنیم، شیر کنیم، سابسکرایب کنیم. ما جای دیدنی رو به تصویر میکشیم، به خدمت شما هستیم. میریم سعی کنیم که چند نوع حیوانات آوردم به اینجا، پرنده آوردم. دوستای نازنین هر کس که به اینجا به تفریح بیای واقعا کیف میکنه. مانده نباشین لالا. بخیر باشین. جور هستین؟ بخیر. شما بخیری؟ سلامت باشین. شما دروازه به دست شما هست؟ بله دروازه به دست ما. خب چند روز میشه اینجا ساخته شده باغواش؟ مثلا همین تو یک ماه میشه تقریبا که باغواش ساخته شده. یک ماه. خب همه حیوانات ها اینجا هسته؟ کم و زیاد هسته، مثلا حیوانات مثلا شیر، خرس، موتور دیگه، اهو دیگه رقم حیوانات هست. ولی بیشتر ما برنامه داریم دیگه حیوانات بیاریم مثل پیلواری، پلنگواری دیگه، ببر، همینطور حیوانات دیگه بیاریم. برنامه داریم تا به خوبی افتتاح نشده. خب هنوز افتتاح نشده. افتتاح نشده. فکر کنم علی همه قفس‌ها رو جور میکنیم. قفس‌ها رو جور می‌کنیم و برای دیگه حیواناتی که میاریم همین تو قفس‌های جور می‌کنیم. خب همین چند روزه که به یک ماه بیشتر یا کمتر اینجا جور شده، مردم هم میایم دیدنی؟ بله مردم کم از کم بیشتر میشه. یک روز مثلا دیروز کم بود، امروز خیلی میایه، چون مثل شما واری خبرنگارا بیایه اعلانات پخش کنه دیگه، کلا مردم میتونه بیایه، خبر میشه. بله بسیار خوب. دوستای نازنین بیاین که خود شما بریم، ما به دم دروازه هستیم که سعی کنیم چند نوع حیوانات وحشی اینجا آوردم. جا از اینا چی رقم جاییه، همراه ما باش. دوستای خوب نازنین بازم خوش آمدیم. طوری که پیشتر گفتم ببینید که شهر ما و شما روز به روز ترقی میکنه و جای خوب برای ملت ساخته میشه. مردم شاید خوش داشته باشم، بیشتر دوست دارم که باغواش باشه، برم حیوانات ها رو ببینم. یک که تنها نمیشه که مثلا آدم بره به خارج ببینه یا مثلا از طریق تلویزیون ببینه. خب پارک ظاهرشاهی که پل پشتو است، بسیار یک پارک بزرگیه که اینجا یک مدت چند روز میشه فکر کنم که این دیگه نو فعال شده. انا که دوستا باز بیشتر توضیح میدم. اول که جلالا خود ما هستم، اینا باز میریم بالا سر حیواناتا. لالایی که به تصویر مشاهده میکنیم اینا فکر کنم کمی در پنجره رنگ میدیم، درسته؟ مونده نباشیم. سلامت باشین. اول شما خوبه؟ زنده باشیم. که ما که گرمی بکردیم معلوم میشه رقم شما، چون به هفته ویم. خب در پنجره رنگ میدیم، جلیار همین توریا رنگ میدیم که مقبول شده، که بعضی قفسام که رنگ دادن جلوی‌تر رنگ دادن. بسیار خوب. چند روز میشه اینجا مصرفیم؟ دیگه امروز که کتارا شروع کردیم، اینو با جلوی‌تر دو هفته پیش رنگ کردیم. خب اینا چی رقم اجاره یا مت روزمرسی؟ اینا اجاره کردیم برو. خب بله. مصرف به شما خوبه؟ شکر. بسیار خوب. آواز شما به می حیوانات باشه که اینا وحشی یک دم خدای نکرده دست شما نه تو شکر. درسته. آواز ما حیوانات با داخل قفس‌های اینا به بیرون نیه.
که به کسی خطر داشته باشه و ضرر داشته باشه. باز اینا نفر موظفی داره که میره اونا رو جمع خب بازم از این سولاخ‌ها و بیرون چلیا نمیشن، نه اونو داخل از چمن دیگه. بسیار بله. خوب. خب همین فازا جرمشه صرف به خاطر از این که همین همشهری‌ها ما دوستا که میایم به تماشا از اینا باید حفاظ باشه، محافظ باشه که خدای ناکرده هرچی نکنیم حیوان وحشی اینا باید اجی لالا چند نوع حیوانات داریم، چند نوع پرنده داریم اینجا؟ دیگه حدوداً 28 نوع 27 نوع حیوانات بیاوردم از اون مقداری که هست حدوداً 10 15 نوع پرنده. دیگه باز شیر و خرس و کفتار و البته بعضی حیوانات های بیاوردم و کم کم مصروف کار جریان داره که جاها از اینا تیار شه و حیوانات بعدی هم ان شاء الله در آینده میاد. نام خدا. بسیار خوب. خب شاید بیننده خوش داشته باشن که چیزایی که شما نام بردیم انا بگم برای ما به تصویر نشوندیم، بیایم ما مزاحم لالا نمیشیم، اینا کار خور بکنم. انا ما و شما آستاسته میریم، مدیر صاحب هم میبینیم، آستاسته میریم انا توضیحات اینا نشون بدیم برای ما، یا شما یا مدیر صاحب. خوب ما به خدمت. دوستای نازنین، طوری که جلالا گفتم اینجا بسیار حیوانات خوب دیدنیه، شما اینا رو بریم حتما مشاهده کنیم. پرنده هم هسته، ازم طاووس گرفته تا هم خونی آخری که چوغوک باشه. 100% هست همراه ما باشیم، به خدمت شما هستیم. بیننده‌های عزیز، بازم به ادامه برنامه خوش آمدیم. در کنار جناب محترم مدیر صاحب مسئول همی پارک و همی باغواش هستیم که خود بیشتر معرفی میکنم. از این حیوانات توضیح میدن که اینا از کدوم کشور خریداری کردم و به چی طریق اینا رو تا به افغانستان سر کردم. مانده نباشید. سلام خدمت شما، بخیریم سیف حال احوال شما خوبه؟ سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز شما، انشالله که جور و صحتمند باشین. وکیل احمد وصال، مدیر عمومی مجتمع تفریحی پارک ظاهرشاهی. بسیار خوب. بسیار خوب. شما مدیر صاحب بعد اول با ما میگفتین که خیلی پیش نیاییم، اگه دست من مثلا حالا کنگ میزه قلم میکرد تاوانی میتونستیم بدین؟ والا حقیقتا نه، به خاطر از اینکه جلوتر باید ما برای شما عرض میکردم ما چند روزه که به این مشکل این کمی کار به میجی جریان داره، هنوز تکمیل نشده. 2-3 نفر همه روزه نمیجی مصروفیت دارن که همین مردم را از مقابل امینا وش کنن تا زمان کمی کار تکمیل میشه. حیوانات وحشی خامخا اینا یک ضربه نزدیک بشه آدم میرسونه برای آدم. دقیقاً. بله. یعنی غیر از ما و شما دیگه مردم نمیتونن بیان از جلی بسی؟ نه دیگه انشالله. بله حیوانات از جمله حیوانات وحشیه، حیوانات درنده که انشالله اگه با به تصویر ببینیم اینا بسیار یک ناخونای گنده داره، بسیار یک حالت چی داره، اینا باید برای از اینا نزدیک نشیم. ما و شما دیگه فساد دور از اینا که تکمیل شه انشالله تمام مراجعین میتونم از پشت از این فنسای حیوانات نظاره کنم. ببینم شاید بعضا بینندگان نشناسم که می حیوان چیه، اسم از این بگیم. اینا به نام خرس یاد میشه. به نام خرس یاد میشه. می خرسای کوهی که هستن، می حیوانات درنده، اینا از کشور پاکستان و هندوستان خریداری شده. جلالای بزرگوار به اساس یک جواز نمبر که از اداره ملی محیط زیست افغانستان گرفته میشه. اینا کار و برنامه از اینا، فعالیت از اینا به ما اساس پیش میره. اینا چی طریق به چی رقم بیاوردیم به اینجا؟ اینا به این موتورهای 303 هست، یک موتورهای هست که مخصوص از اینه که حیوانات را انتقال میده از این ولایت به این ولایت، از اینجی به اینجی. اینا رو ما به نمی اساس جمع‌آوری کردیم. خب اینا رو بیاوردین، خب موتر کو همر بعد گفتن هم کی گدوات باشم به اون شکل اینا بساختن؟ نه جلالا، اینا هر نوع حیوانی که هسته
اونا بنمو مقابل اینا که مثلا شترمرغ، لامه، اینا به داخل یک موتر میشه که به یک زمان انتقال دهیم، اما نمیتونیم شتر و خرس و شیر ما خودی هم انتقال بدیم. پس اینا باید خب اموگذار شما از این خرسا بیاوردین که یک موتر باشه که حداقل بتونیم جان نه، ما این خرسا را همراه بعض دیگه حیوانات های هسته که اونا خود از اینا سازگارن، مثل یک جوره شیر، یک جوره خرس و یک جوره هم نمیفهم دیگه حیوانات هایی بود، اینا با هم آورده شد. شیرا رشته آوردین شیرا ما نمیته به موتر به کله موترون اینا عمله چیزی خامخا حیوانات اینا امو کسایی هسته که مسئولایی بودم، کسایی هسته که اونا رو تربیه کرده بودم، زحمت کشیده بودم، خو همراه از اونا آشنا بودم، اونا انتقال دادن. یعنی شخص هم تا به اینجی یک ما دو مانمین مجتمع 2 نفر 3 نفر کسایی که خود از اینا سابقه داشتم اونا رو پذیرایی کردیم، اونا رو اینجا استقبال کردیم، به پیش ما بودن که باز ما تا بتونستیم خود ما وارد از این قضیه بشیم. خب هدف شما چیه؟ به ایراد مکان جور کردیم. بسیار تشکر از سوال شما. جلالای بزرگوار مجتمع تفریحی پارک ظاهر شهید 12 ساله که به قرارداد شرکت صنعتی صدیقی افغانانگره که در این پروژه $1,050,000 قبلا مصرف شده بود و $120,000 هم به نمین فاز باغ وحش ازی در نظر گرفته شده، پلان شده توسط عبدالغفار جان صدیقی رئیس مجتمع که قرار انشالله کار شما میبینین که کار ادامه داره، جریان داره، به زودترین فرصت انشالله این تکمیل میشه برای همشهریان عزیز ما. در پهلوی ازی که شما از هدف صحبت کردیم، هدف ما اینه که بتونیم یک خدمت برای مردم خود داشته باشین، یک استقبال برای مردم داشته باشن که بیایم از فضای پارک دیدن کنن، باغ وحش ببینن، به شهر بهزی مراجعه کنن. انشالله هدف همینه که برای مردم خود یک زمینه خدمت رو آماده بسازیم. با خصوصا اطفال که هستید چیزا خیلی دوست دارن، 100%. یا حیوانات و پرندار. دقیقاً. بسیار خوب. خب خود شما آسته میریم دیگه، بعد شما یا جلالا برادر شما بله. اینا رو برای ما همه معرفی کنم انشالله در که بینندام هم لذت ببرم. امروز بسیار جای زیبایه دوستای نازنین، یعنی تا جایی که ساخته میشه از این که مثال میگم مثل او بر پل پشتو که تخریب شده، درختها بسوخته، درختها خراب شده، بشکسته، این جا با سازیشه یک افتخار بزرگیه. مردم دیگه نمایه که بیبری بر برم اسیر شم، مثلا یک شاون درست برم به جای دوردستی مصرف کنم به تفریح، به دم خانه نایه به داخل شهر هرات. خب آسته خود شما میریم جای دیگه هم هست. بینندای عزیز همراه ما باش. بینندای عزیز آمدیم بس سر یک قفسی که اینا شغله که جون بسته بدن از این کاست خاره. منطقه خیلی جالب از اینه که وقتی که امی خاره جون از به اسم دوک دیگه، درسته؟ دوک میگم. وقتی که این خود جمع میکنه میشینه به جونه. ها انا اینا همین اجلالا همین دوکا که به جون از چسبیده یه. بله همین چی رقمه که باید جون خوبه مثل مرمی وری با قدرت الله پاک دیگه. اینا مخلوقایی که خداوند پاک خلق کرده به می رقم که اینا بعضی رقم از خود دفاع میکنه با کوه و دشت و بیابون که هسته. اینا و صلاح از اینا همینه که از این صلاح خو اینا باز دیگه حیوانات را از خو میترونه. منتها اینا حال عالی شده، اینا تقریبا خودی آدم عادت کرده، اینا به جون آدم نمیزنه سخور. باز همون دشتیا از اینا و وحشیا از اینا که هسته اونا باز سخا خوریله میده از به هر حالتی که اگر احساس خطر کنه سخره میده. اینا به شما شاید معلوم باشه که بیشتر خودی چیه حیوان حریف هم مثلا
اینا حیوانات درنده حریف حیوانات گوشتخوار که خواسته میفهم باشه. خودم اینا خود می شغله به خودی می حیوانات درنده حریف، یعنی دشمنی داره. اینا کلانتر هم میشه دیگه. بله ها، جوجه بله ها، اینا جوجه کلان میشه، درست میشه. شما مادره ندارین دیگه؟ نه اینا فعلا همین سه دونه جوجه ها. او شغاله؟ او شغاله، بله ها. او بیچاره انتظار فکر آزاد شدن خونه. او شغال بازی یک گربه هست، میگن گربه امریکاییه، یه پنجولای متفاوت داره، گربه سفید بسیار یک چیز جالبیه. بله ها، او هم شغاله. او فکر کنه او هم جوجیه؟ او هم جوجه، بله ها. او هم هنوز کلان نشده، جوجه شغاله. بسیار خوب. خب اونا چیه برای اینا دیگه پرنده؟ بله ها. یک نوع پرنده هست اونجا به اسم چیز یاد میشه. امی که فکر کنه کوکومیو. این پرنده به نام کوکومیو. می تاکو چه سر موقع کوکومیو. اینا پرنده به نام که کوکومیو یاد میشه. اونا باز شینکه. سنه پرنده به نام شینکه، بله ها. شینک شکارچی. امو که میتونه گوسپند به پنگولا خورده. بله ها، اینا کلون میشه دیگه. اونا با عقابه. داریم شما؟ عقاب منتها از عقاب نداریم. لاشخور یک رقم حیوانات ها دیگه هست که کلونه که اونا باز گوشت میخوره مثل عقاب و اونا رو هم انشالله میبینیم خود شما. میریم سر از او قفس. بینندای عزیز همراه ما باشیم. هیچ یکی حیوان غیق میکشه با این کفتاره. کفتار. این حیوان به نام کفتار یاد میشه. این بسیار یک حیوان وحشی و درنده که تا حال هیچ کس به پیش از این رفتن نتونسته. به هیچ عنوانی به آدم علی نمیشه. این فقط به ذره قفس انتقال داده میشه از اینجی به زینجی و همین جای داره که ایمان دائم بسته. این چریت اذیته؟ این اذیت نیه دیگه. این به فکر آزادی خونه. این نفر که میبینه به چردی برخو به فکر همون شکار و حمله و آزادی بالاخره به موسا و خود جنگلیه دیگه، وحشیه. امی جا که او رختیم اینجا چریت به زمین کرد کردیم؟ اینا به خاطر همون اصول او خوردن از او به مو رقم همون کسایی که آمده بله به همون شکل نه رو زمین او خورده و باید تمام او خورها همین حیوانات اکثریت هم کف زمینه که اونا به مو نوی میخوره. خرج از اینا چیه؟ خرج از اینا گوشت دیگه. اینا گوشت خواره نه اینجا. این حیوانات بله بعضی یک حیوانات ما گیاهخواره که علف میخوره، یک عده حیوانات باز وحشیه که گوشت میخوره. دیگه اینا و شیرا و بعضی حیوانات های داریم که اینا گوشت میخورن. خب پس دیگه اینا مگرم شما حتما خودمی کشتارگاه و قراردادی های داریم. بله ها اینا شکم از اینا سیر میشه. اینا به قرارداد حیوانات که تلف میشه باز به حساب خرج از اینا اخچالا داریم. اینجا امکانات داریم. اونا میای اینجا به اخچالا ذخیره میشه گوشت به مدت زمان ای بری از اینا توسط زده جلالا. پس شاید پیدا نشد مثال میگم چیکار میشه؟ امکان نداره پیدا میشه دیگه. باز همین رئیس آقای صدیقی که هسته خود شخصا باز به ارتباط هم برای از اینا حیوانات ها اینا گوش نمیدن. پس کار کردن شما اختیار کردن. بله ها. این ماه بچه ها یک تصویر بگیریم از اونجا به فکر خلاص کردن هیچ شکم هم سیر مستی میکنه دیگه. میگه یک جای باشه که آزاد باشم. یعنی اگر مثال میگم دم قفس رو واکنیم حمله میکنه ای ولی ها هر کی به جلو خوب ببین حمله میکنه اون اصلا هیچ رم نداره. بینندای عزیز یک مطلب بشنیده باشین که میگم خربزی خوب نصیب کفتاره. اما خربزی ها که قلبه میشه پس این کفتاره. همین واقعیت هم همینه. میپاله مو خوب میخوره. باز از این حیوان لاش خورتر و کثیف خورتر دیگه ما حیوانی نداریم. این هر رقمی باشه فقط همین نام گوشت و غذا باشه برای از این کیفیت. همین سیستم از این فرق میکنه. فرق میکنه ولی از طرف گردن ایت کم دبلتر رو به پا پشت سر که میایه. بعضی وقتی همین موها خورچنان پخله میکنه که هموق زر هست هموق زر دیگه همی کته میشه. او به اختیار خود نمیفهمه به چی اسنای همون مخور پخله میکنه. خب این مونده نمیشه که یک زر دار میزنه؟ باز گاهی وقتی که آرومی باشه چردی بر استراحت هم میکنه. بسیار خوب. مونده نباشیم. شما صدمنده. شما خوبه؟ اول شما خوبه؟ صدمنده. شما برو اینجا میگفتین که دست شما میگرفتم تیر میکردم آخه شما نمیبینید که از اینجا ما میگی قربانیم. خاطر روش کنیم ناسندیت دن جلوه باشه. نه ما قربانیم. صبح شما ما اینجا پیش از خب پس سلچه شما پره. خب بینندای عزیز بیاین که بریم جا دیگه که شطورات دوکوان و سکوان هم فکر کنم هسته. همراه ما باشیم.
دوستای نازنین با شما قیمت می شیرا را از لالا پرسان کنید که اینا